رفتیم توی پارکینگ و دنبال هاوارد گشتیم، ولی پیداش نبود که نبود. بعدش رفتم پلیس و شکایت کردم. چند روزی هم نرفتم شرکت و از مرخصیام استفاده کردم و رفتم سفر. نمیخواستم برم چون حوصله حرفای خاله زنکی همکارا رو نداشتم. موقعی که سفر بودم هاوارد دستگیر شد. دیگه خیالم راحت شد که وقتی برمیگردم سر کار اونجا نیستش و جام امنه. وقتی برگشتم شرکت بهم گفتن که زنا دیگه لازم نیست شیفت شب کار کنن و حتی شرکتم بهم گفت که اگه اینجا راحت نیستم منو به یه شرکت دیگه معرفی میکنن. مامان و بابام میگفتن همین کارو بکن، ولی من اون کار دیگر رو دوست نداشتم. دلم نمیخواست به خاطر اون عوضی از شغلم استعفا بدم و میخواستم که بدونه که ازش نترسیدم. تازه دستگیرم شده بود و دیگه جایی واسه نگرانی نبود. راستی وقتی برگشتم سر کار شرکت بهم گفت که هاوارد اخراج شده و خیالم راحت شد. با پلیسا در تماس بودم و بهم گفتن که حتی اگه واسه 1 دقیقه هم جایی کار داری ولی همیشه درای ماشینتو قفل کن، چون یه لحظه غفلت ممکنه به قیمت جونت تموم شه.